به نام خدا و با سلام خدمت شما بینندگان عزیز. من هادی قربانی هستم و میخوام سلسله مباحث شطرنج حرفه‌ای رو آغاز کنم. اگر سوالی دارید یا میخواید این سلسله مطالب رو دنبال کنید، میتونید به آدرس وبلاگ من مراجعه کنید: www.modernchess.persianblog.ir. ما مباحثمون رو با شناخت صفحه و مهره ها شروع میکنیم. همونطور که در شکل میبینید، صفحه شطرنج مربعی 8x8 هست که خونه های اون یکی در میون تاریک و روشن هست. صفحه شطرنج دارای 64 خونه است. شما وقتی میخواهید صفحه شطرنج رو مهیای بازی کنید، باید حتما به این نکته توجه کنید که صفحه رو جوری بچینید که گوشه سمت راستتون سفید باشه. در صفحه شطرنج به خطوط عمودی ستون گفته میشه. همونطور که در شکل می‌بینید، هر ستون با یک حرف نمایش داده میشه. همونطور که در شکل می‌بینید، ستون دی از بقیه ستون‌ها متمایز شده. ردیف‌های افقی در صفحه شطرنج رو ارز می‌نامیم. هر ارز با یک عدد مشخص میشه. همونطور که در شکل می‌بینید، ارز چهارم از بقیه ارزها متمایز شده. هر خونه شطرنج یک اسم خاص خودش رو داره. همونطور که در شکل می‌بینید، خونه G4 با علامت ستاره مشخص شده. این خونه از برخورد ستون G و ارز چهارم پدید اومده. به خاطر همین به این خانه G4 میگوییم و بقیه خانه ها هم به همین ترتیب نامگذاری میشه. دقت کنید که ابتدا حرف رو بیان کنید و سپس عدد رو. اما ردیف های مورب در صفحه شطرنج رو قطر مینامیم. هر قطر با خونه ابتدایی و انتهایی اون شناخته میشه. همونطور که در شکل می‌بینید، به این قطر میگیم قطر B1H7. اما بریم سراغ مهره های شطرنج. در بازی شطرنج هر طرف 16 مهره داره. 16 مهره سفید، 16 مهره سیاه، که مهره ها رو یکی یکی با هم میبینیم. ابتدا مهره شاه. شاه بلند قامت ترین مهره شطرنج. همونطور که در شکل میبینید، از روی صلیبی که بر روی سر اون قرار داره شناخته میشه. هر طرف یک شاه بیشتر نداره. مهره بعدی بلند قامت ترین مهره بعد از شاه وزیر نام داره. هر بازیکن یک وزیر بیشتر ندارد. مهره بعدی فیل نام داره که همطور که در شکل ببینید، روی سر فیل شکافی نمایان هست که اون رو از هر مهره دیگه‌ای متمایز میکنه. هر بازیکن دو فیل دارد. مهره بعدی از شکل ظاهریش مشخص هست، به اون اسب میگیم و هر بازیکن دو اسب دارد. مهره بعدی رو رخ مینامیم. رخ شبیه قلعه و برج و باروهای قدیمی هست و هر بازیکن دو رخ دارد. کوتاه قامت ترین مهره پیاده نام دارد. هر بازیکن 8 پیاده در ابتدای بازی دارد. اما در مجلات، سایت ها و نرم افزارهای شطرنجی از شکل واقعی مهره ها استفاده نمی کنن، بلکه از این اشکال که الان خدمتتون معرفی میکنم استفاده میشه. از این
شکل به عنوان شاه، همونطور که میبینید صلیبی بالای سرش هست، مشخص میشه که این شاه هست. مهره وزیر، فیل، اسب، رخ، پیاده. بعد از شناخت مهره ها ما باید بدونیم که در ابتدای بازی اونها رو در کجای صفحه باید بچینیم تا بتونیم بازی رو آغاز کنیم. در ابتدا رخ ها رو قرار میدیم در 4 گوشه صفحه. این روش یادگیری برای به خاطر سپردن بسیار ساده تره. بعد از رخ ها نوبت اسب ها میرسه. هر اسب رو کنار یک رخ قرار میدیم. بعد از اسب ها نوبت فیل ها میرسه. فیل ها رو در کنار اسب ها قرار میدیم و بعد از فیل ها در وسط شاه و وزیر رو قرار میدیم. به خاطر داشته باشین که وزیر سفید در خانه سفید و وزیر سیاه در خانه سیاه قرار میگیره و بعد از چیدن مهره ها نوبت پیاده ها میرسه که ردیف جلوی مهره ها رو پوشش میدن. بعد از چیدن مهره ها شما میتونید بازی شطرنج رو آغاز کنید. همیشه سفید آغازگر بازی هست و بعد از حرکت سفید سیاه حرکت میکنه و همینطور بازی ادامه پیدا میکنه تا یک نفر به پیروزی برسه یا نتیجه بازی مساوی بشه. بعد از اینکه ما شکل چیدمان مهره ها رو دیدیم، حالا یک سوال دارم من از شما: آیا این صفحه مهره آماده بازی هست یا خیر؟ همونطور که دقت کردیم ملاحظه میکنید که جای شاه و وزیر درست نیست و این صفحه مهره آماده بازی نیست. تعاریف دیگه هم در روی صفحه شطرنج وجود دارد که ما اونها رو خدمت شما بیان میکنیم. ابتدا خانه های مرکزی. به 4 خونه مرکز صفحه E4 D4 E5 و D5 خانه های مرکزی میگویند. این خونه ها از این بابت مهم هستند که اگر مهره‌ای در اون خونه ها قرار بگیره از حاشیه صفحه یا گوشه صفحه فعالتر هست و ما میتونیم از این خونه ها برای انتقال مهره هامون به جناحین بازی استفاده کنیم. اما در مقابل خانه های مرکزی تعریف دیگه هم هست و اون خانه های گوشه هستش. خانه های گوشه از این بابت تعریف میشن که اگر مهره‌ای در گوشه قرار بگیره معمولاً فعالیت کمتری داره. و در ادامه تعریف ها میرسیم به حاشیه صفحه. حاشیه صفحه هم مانند گوشه مکان مناسبی برای سوارها نیست، چون در این حاشیه ها سوارها فعالیت کمتری دارن و معمولا شاه ها وقتی در حاشیه صفحه قرار میگیرن مخصوصا در آخر بازی زودتر مات میشن. اما تعریف دیگری در صفحه شطرنج مانند یک جنگ واقعی میمونه. هر بازیکنی سرزمین خودشو داره، اردوی خودشو داره. اگر صفحه شطرنج رو به 2 قسمت مساوی تقسیم کنیم با خط فرضی که بین عرض 4 و 5 رسم میشه، 32 خونه برای سفید و 32 خونه برای سیاه هستش که به اونها اردوی سفید و اردوی سیاه یا جبهه سفید و جبهه سیاه نیز میگویند. و مهره ها بعد از حرکت معمولا در مرز با هم درگیر میشن و یک جنگ تمام عیار رو ترتیب میدن.